صدای عجیب آب گرم کن شاید باعث بشه فکر کنی آب گرم کنت حسابی خراب شده و باید کلی خرج تعمیرش کنی، ولی اصلا اینطور نیست. میخوام بهت یاد بدم با 10,000 تومان خودت مشکلت رو حل کنی. از این قسمت همه آب گرم کن‌ها یه رگولاتور هست که 2 تا پیچ بهش وصله. اونا رو باز کن و رگولاتور رو جدا کن. حالا 5 تا پیچی که روی رگولاتور وجود داره رو باز کن و کیت کابل رگولاتور رو از جاش جدا کن. اونجا یه دیافراگم وجود داره که معمولا دچار پارگی میشه. حالا روی کیت رو دقت کنید، یه دونه شیر احتراق آهسته هست که معمولا ساچمش گیر میکنه و تکون نمیخوره. ساچمه رو از حالت گیرپاش در بیارید و با روون کردنش دوباره سر جاش قرار بدید. اگه اذیتت کرد یه دونه شیر احتراق جدید بخر و مثل قبل سر جاش قرار بده. دیسک و دیافراگم سالم رو همینجوری با حوصله سر جاش بذار. حالا رگولاتور رو طبق چیزی که باز کردی جمعش کن و 5 تا پیچی که باز کرده بودی رو به صورت زردبری ببند که یه وقت آب نده. در آخر شیر تنظیم دما رو کامل به سمت چپ بچرخون و با خیال راحت از آب گرم استفاده کن. این خرابی برای همه آب گرم کن‌ها سال چند بار اتفاق میفته، پس این پست رو یه جا سیو کن که گمش نکنی.